سلام بچه ها، اینجا کانال خرافه است. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از داستانهای ترسناک ایرانی. امشب میخوایم بریم سراغ یکی از ترسناکترین و عجیبترین داستانها در یکی از دور افتاده ترین روستاهای ایران. این قسمت شب اول در خانه جن‌زده. یه خانواده کوچیک که فقط شامل یه پدر و پسر میشد، بعد از مدت‌ها بالاخره تصمیم میگیرن یه خونه بزرگتر توی یه محله قدیمی بخرن. سعید پسر خانواده که دانشگاه قبول شده بود و از اینکه بالاخره از آپارتمان کوچیک قبلیشون به یه خونه با حیاط و با فضای بزرگتر اومدن خیلی خوشحال بود. پدر سعید هم از شانس خوبشون میگفت که تونستن این خونه رو با قیمت مناسب پیدا کنن، چون مدت زیادی خالی مونده بود و صاحب قبلیشون هم زودتر میخواست بفروشش. اما هیچ کس نمیدونست چرا اون خونه مدتی خالی بوده و چرا هیچ کس تو اون مدت سراغش نرفته بود. شب اول تو خونه جدید سعید و پدرش مشغول باز کردن وسایل بودن. فضا کمی سنگین بود ولی هر دوتا مشغول کار خودشون بودن. خونه یه حیاط بزرگ داشت با یه اتاق زیر شیروانی که هنوز هیچ کدوم سراغش نرفته بودن. پدر سعید همون شب مجبور شد به شهر دیگه‌ای که حدود 3 ساعت فاصله بود بره، چون برادرش حالش بد شده بود و نیاز بود که سری بهش بزنه. ولی به سعید گفتش تا فردا برمیگرده و زیاد نمیمونه. سعید با خودش فکر کرد شاید این اولین شب تو خونه جدید بتونه یه خواب خوب و راحت داشته باشه. ولی هنوز خوابش نبرده بود که احساس عجیبی کرد. یه صدای خفیف از سمت طبقه بالا درست از زیر شیروانی میومد. سعید اول فکر کرد شاید چیزی تو باد افتاده یا خونه قدیمیه و این صداها طبیعیه. ولی وقتی گوش داد حس کرد این صدا بیشتر شبیه به قدم‌های آروم کسی بود که انگار داره توی خونه راه میره. سعید با خودش گفت نه بابا، حتما توهم زدی. ولی هر چقدر بیشتر گوش میداد صدا واضح‌تر میشد. دیگه شک نداشت کسی یا چیزی توی اون طبقه بالا راه میره. تصمیم گرفت از جاش بلند شه و چراغ اتاقش رو روشن کنه. همین که به سمت در اتاقش رفت صدای زنگ در بلند شد. ساعت نزدیک نیمه شب بود. سعید با خودش گفت این وقت شب کی میتونه باشه؟ با ترس و اضطراب به سمت در. وقتی در رو باز کرد پدرش بود که جلوی در وایساده. سعید با تعجب گفت بابا چرا انقدر زود برگشتی؟ کی رفتی؟ کی اومدی اصلا؟ پدرش با نگاهی سرد که هیچ حسی توش نبود گفت آره زود اومدم. سعید با تعجب فقط دستش رو دراز کرد تا دست بده. وقتی سعید دست پدرش رو گرفت دستش یخ زده بود، انقدر سرد که انگار از وسط زمستون اومده. اون لحظه یه نگاه عجیبی تو چشمای پدرش دید. پدرش بدون هیچ حرفی وارد خونه شد و به سمت پذیرایی رفت. همون لحظه گوشی سعید هم زنگ خورد. نگاهی به شماره انداخت. پدرش بود. با تردید گوشی رو برداشت. صدای پدر واقعی سعید از پشت خط اومد. سعید پسرم، یادم رفت بهت بگم من برات غذا خریدم تو یخچال گذاشتم. سعید خشکش زد. گوشی از دستش افتاد. با چشمایی پر از وحشت به پذیرایی نگاه کرد. پدرش اونجا نشسته بود ولی همزمان صدای پدرش از پشت تلفن می اومد. اون مرد، اون کسی که تو پذیرایی نشسته بود کی بود؟ مرد به آرومی سرش رو به سمت سعید چرخوند. چهرهش دیگه مثل قبل نبود. یه چیزی درونش بود، یه سیاهی عمیق توی چشماش و با صدای خشدار گفت تو خونه من اومدید. سعید با تمام وجود حس کرد که باید از خونه فرار کنه. به سمت در دوید ولی درم قفل شده بود. در حالی که تلاش میکرد در رو باز کنه صدای دمای اون موجود پشت سرش بلند شد. هر قدم سنگین و وحشتناکتر از قبلی. سعید به آرومی سرش رو برگردون. اون موجود حالا درست پشت سرش بود.
لبخند زده بود و چهرهش به طور کامل تغییر کرده بود. چهره‌ای سرد، بیروح و ترسناک. دستش رو به سمت سعید دراز کرد و گفت این خونه مال ماست. حالا تو هم مال مایی. صبح روز بعد که بابای سعید برگشت خونه، همه جا ساکت بود. اثری از سعید نبود. فقط گوشی موبایلش روی زمین افتاده بود. بعد از کلی گشتن، بدن نیمه جون سعید زیر شیروانی پیدا شد. بعد از این قضیه سعید دیوانه شد و در تیمارستان بستری شد. همسایه‌ها گفتن که خونه جن زده بوده و هیچ کس قبل از اونها هم توی اون خونه دووم نیاورده. هر کسی شب اول توی اون خونه میموند دیگه بر نمیگشت، یا از بین میرفت یا دیوانه میشد. نظر شما در مورد این داستان چیه؟ حتما تو کامنت ها هم نظرتون رو برامون بنویسید. اگه تا حالا همچین داستانهایی شنیدین یا تجربه کردین حتما تعریف کنید. فراموش نکنید ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید که داستانهای بیشتری مثل این رو از دست ندید. شاید دفعه بعد داستان شما رو تعریف کردم.